مکان قرارگیری تجهیزات در سالن پرورش قارچ ما خیلی مهمه. همونطور که میدونید سالن پرورش قارچ ما باید یک پیش سالن داشته باشه. تجهیزاتی نظیر کولر آبی، بخاری در پیش سالن قرار میگیره. اما به هر دلیلی سالنتون کوچیک بود و پیش سالن نداشتید، کولر رو در بالای پشت بوم قرار میدید و به این صورت که مشاهده میکنید ما کانال کشی انجام میدیم. ببینید عزیزان، 2 عدد کانال کشی شده هستش. 2 عدد کانال، یکی برای قفسه سمت راست و دیگری برای قفسه سمت چپ که روی این کانال داکت پلاستیکی نصب میشه تا ابتدای سالن. اینجا انتهای سالن داکت پلاستیکی کشیده میشه تا انتهای سالن و سوراخ‌های متعادل زده میشه که مستقیم به سطح بستر ما هوا یا باد برخورد نکنه که سطح بستر ما رو خشک کنه. جوری ما سوراخ میزنیم روی داکت پلاستیکی که عمدتاً به ردیف‌ها، راهروهای فرعی و اصلی ما هوا برخورد کنه. مکان قرارگیری بخاری در پیش سالن هستش. چرا؟ چون گاز کربن دی اکسید و کربن مونوکسید در داخل سالن باید خیلی کم باشه. ما بخاری رو در پیش سالن قرار میدیم و از اونجا توسط یک فن که بالای بخاری نصب کردیم هوا رو مستقیم میزنیم به داخل سالن. اینطوری هوا با فشار هوای گرم میخوره به داخل سالن. مکان قرارگیری رطوبت ساز یا مهساز داخل خود سالن هستش. همونطور که مشاهده میکنید رطوبت ساز یا مهساز رو ما در بالای درب ورودیمون قرار دادیم و از این طریق هوا یا همون مه ما ساخته میشه و توسط کانال پلاستیکی که کشیده میشه تا انتهای سالن رطوبت مورد نیاز سالن رو تأمین میکنیم. همچنین اگه پیش سالن ندارید رطوبت ساز رو داخل خود سالنتون قرار بدید. ما میایم در کنار دیوار درب ورودیمون یه سوراخ تعبیه میکنیم، یه فن قرار میدیم و از طریق این فن یک کانال میکشیم از داخل پیش سالن به داخل رطوبت سازی که این بالا قرار دادیم. از این طریق عمل سیرکوله رو انجام میدیم. سیرکوله یعنی گردش هوای منظم در داخل سالن. اگه ما سیرکوله انجام ندیم هوای داخل سالن ما دم میکنه، حالت دمگونه داره. ما اینجا هوا رو فن میگیره میده داخل رطوبت ساز، باز رطوبت ساز هوای سالمو داخل سالن ما به گردش در میاره. ما از طریق اون کانالی که کشیدیم عملیات سیرکوله رو انجام میدیم. اما چون سیرکوله باید بگونه‌ای باشه که هوای تازه وارد سالن ما نشه، به همین خاطر به این صورت سیرکوله سالنمون رو انجام میدیم. همچنین اگه رطوبت ساز در داخل سالن ما باشه، مثلا در انتهای سالن بذاریم هوا رو بده به ورودی سالن، اینجا نیازی به فن سیرکوله نداری. ولی در کل زمان برداشت محصول قبل از اینکه فلش هامون شروع بشه عملیات سیرکوله رو باید انجام بدیم تا گردش هوای یک نواخت در داخل سالن داشته باشیم. مثلا دوستانی که از من سوال میکنن، مثلا اینجا دمای سالن من 25 درجه است، خب دمای کمپوستم 27 درجه است، ولی اینجا دمای کمپوستم 23 درجه است و دمای سالنم 20 مثلا 1 درجه. اینجا اگه سیرکوله منظم انجام بدیم باعث میشه گردش هوا داخل سالنمون داشته باشیم و در کل سالن دما یک نواخت باشه. البته یک چیز دیگه هم هستش، یه دلیل دیگه که اینجا نوسان دمایی داریم. یکی از علتهاش اینه که دیوارهای ما عایق نیست. دیوارهای سالن ما باید عایق باشه از نوع یونولیت. اما اگه از نوع یونولیت عایق نبود، میایم با استفاده از بلوک‌های سیمانی دیوارهای سالنمون رو آماده میکنیم و باید روش رو سیمان بزنیم، هم سمت بیرون دیوار و هم سمت داخل دیوار رو سیمان میزنیم که عایق دما و رطوبت باشه و نوسان دما و رطوبت داخل سالنمون نداشته باشیم. جزئیات ساخت سالن رو با هم مرور میکنیم.
متراژ استاندارد، طول و عرض و ارتفاع مناسب برای یک سالن به چه صورته؟ باید طول سالن و عرض سالن به صورتی باشه سالن ما اتوبوسی شکل، مثلا طول سالن از 5 متر تا 8 متر و عرض سالن از 3 متر تا 5 متر باید باشه. ارتفاع هم همونطور که بهتون گفتم از 2.5 متر 3 متر بیشتر تا 3 متر و 70 سانتی متر به بالا بره واسه ما مشکل دمایی به وجود میاره. روشنایی سالن منظم و یک دست باید باشه. درسته توی حرفه پرورش قارچ میگن مثلا نور نباید باشه، اما نور مستقیم میگن، نور آفتاب باید نباشه، ولی نور مصنوعی مانند لامپ‌های LED و SMD باید باشه که به صورت عملی بهتون میگیم به چه صورت نصب کنید. قفسه بندی های ما بر اساس متراژ سالن و مبنای ما که کمپوست هست. در ادامه بهتون میگیم به چه صورت قفسه بندی انجام میدید. تجهیزات هم که بر اساس ظرفیت و متراژ سالن دسته بندی میشه. دیوارهای سالن باید از چه جنسی باشه؟ دیوار ما باید عایق یونولیت داشته باشه. اینی که دارم میگم استاندارده ها، انجام ندادی هم ندادی. ساندویچ پانل یا بلوک سیمانی باشه. جنس دیوار از داخل سالن سیمانی، کاشی یا گچی باشه. اینا که اگه گچی بود باید رنگ عایق بزنی که رطوبت رو به خودش جذب نکنه. بهترین نوع جنس دیوار ما سیمانی هستش. جنس سالن ما باید دیواراش از داخل سالن به صورت سیمانی باشه، اما نیاز نیست عایق یونولیت و ساندویچ پانل انجام بدید. هم با بلوک سیمانی، بلوک های آماده شما سالنتون رو اوکی کنید کافیه. نیازی نیستش که هزینه کنی بیای عایق یونولیت بزنی، ساندویچ پانل بزنی و چیزهای دیگه. بلوک سیمانی کارتو راه میندازه. درب سالن و فن هوا باید به چه صورت باشه؟ ببین دربی که تو انتخاب میکنی بستگی داره که چقدر میخوای هزینه کنی. درب عالی درب آلومینیومی شکل هستن که هزینه بالایی برای ما دارن. پس با درب فلزی ساده هم میتونیم کارمون رو انجام بدیم. سالن‌های صنعتی 2 تا در داره، یکی از اول ورودی سالن، یکی هم از انتهای سالن. اگه شما سالن‌های صنعتی رو دیده باشین، مثلا شما حساب کن 10 تا سالن به یک ردیف یک راهرو اصلی داره. راهرو اصلی واسه رفت آمده، اما به نظر شما درب ته سالن رو برای چی میذارن؟ برای وارد کردن و خارج کردن کمپوست ازش استفاده میشه. اما واسه سالن سنتی که شما قراره راه اندازی کنی نیاز نیست 2 تا درب خریداری کنی، شما یه درب ورودی داشته باشی کافیه. اندازه درب ما باید 120 سانتی متر باشه یا به بالا. چرا؟ واسه ورود کمپوست دچار مشکل نشیم، چون قراره با فرغون کمپوست رو بیاریم داخل سالنمون. باید جوری باشه که فرغون از در ما رد بشه. فن هوا داخل سالن به چه صورته؟ در ورودی سالن و خروجی سالن فن هوا رو قرار میدیم. ورودی سالن هوا میاد و خروجی هم هوا خارج میشه که در ادامه بهتون میگیم چه مزایایی داره و نیاز قرار بدین. حتما ما چرا اینجا از فن هوا توضیح دادیم؟ به خاطر اینکه شما مکانهاشو قرار بدید در ساخت سالنتون. باید فن ورودی سالن، ورودی هوا باید حدوداً 40 تا 50 سانتی متر از زمین فاصله داشته باشه. خروجی هم به همین صورت. متراژ قفسه ها همونطور که گفتیم یکی بسته به طول و عرض سالنتون داره که مبنای ما کمپوست هستن. کمپوست به چه صورته؟ طول کمپوست 60 سانتی متر، عرضش 40 و ارتفاعش 20 که در نقشه ها بهتون میگیم به چه صورت انجام بشه. بسته به ارتفاع سالن و نوع قفسه. ببین قفسه چند نوع داریم که در ادامه بهتون میگیم از کدوم نوع استفاده کنیم، کدوم به صرفه تره و طول عرض قفسه‌تون توی نقشه بهتون میگیم به چه صورت باشه. قفسه بندی به 2 دسته تقسیم میشه. قفسه های با جنس پروفیل و قوطی، قفسه های آماده یا همون داربست بهشون گفته میشه. لوله های داربستی که توی ارتفاع ساختمون ها استفاده میشه همین داربست رو بهش گفته میشه. پروفیل و داربست. پروفیل هزینهش کمه، استحکامش هم خیلی خوبه. خب سرعت عمل کم داریم. شما
بخواد جوشکار داخل سالن شما قفسه هاتو آماده کنه، یه سالن مثلا با ظرفیت 5 تن 1 هفته طول میکشه و غیر قابل جابجایی هست. شما نمیتونی از یه در 120 سانتی که قرار دادی قفسه هاتو ببری داخل، باید آهنا رو انتقال بدی به داخل سالن، جوشکار بیاد داخل سالن قفسه بندی هاتو انجام بده که هم واسه هزینه‌اش بالا میشه و همین که طول میکشه و خیلی دردسر و اینجور چیزا داره. داربست به چه صورت قابل جابجایی؟ داربست اگه دیده باشیم بستایی داره، شما با هر متراژ که بخوای بست میبندی راحت. استحکامش هم واقعا بالاست، سرعت عملش هم بالاست. شما توی یه سالن 5 تنی با ظرفیت 5 تن میتونی توی یه روز کامل قفسه بندیشو انجام بدی، توی نیم روز میتونی قفسه بندی رو انجام بدی. ضرر نداره. اینجا یعنی چی؟ ضررمون یعنی چی؟ ببین تو اگه داربست رو خریداری کنی، شما مثلا میخری مثلا کیلوی 50,000 تومان، مثال میزنم برات. زمانی که اگه بخوای قفسه بندی تو عوض کنی میتونی بفروشی کیلو 40,000 تومان با ضرر مثلا در حد 10,000 تومان، یا اگه رفته باشه بالا با سود میفروشی. ولی پروفیل شما بخری کیلو 20,000 تومان بخوای بفروشی کیلو 5,000 تومان ازت میخرن، 1/4 قیمت. به نظر من از داربست استفاده کنی. سرعت عمل بدون ضرر و هزینه بالاست، اما اینجا هزینه بالاست. ببین کسی که بخواد استارت کارشو بزنه نیاز نیست قفسه بندی کنه، روی سبد میوه هم میتونه کارشو انجام بده و داربست هزینه بالا داره. اگه خواستین گسترش بدین کم کم کارتون رو، مثلا یک طرف سالنتون رو با داربست قفسه بندی میکنید، مابقیشو میذارید واسه بعد. ولی داربست نامطمئنه. یعنی چی؟ یعنی یه جای یه اشتباه کرده باشی، یه بست خدایی نکرده اشتباه بسته باشی، کامل کمپوستات فرو میریزه. پس ما از پروفیل هم استفاده کنیم خوبه. اگه واقعا نمیخوای سالن تو مثلا جمع آوری کنی یا تغییرات بدی، از پروفیل استفاده کن. سالن خودم جنس قفسه بندی هاش از پروفیل هستش. کولر آبی. رسیدیم به کجا؟ کولر آبی. گفتم یکی یکی با هم میریم جلو، مرحله به مرحله. هوادهی توسط کولر آبی انجام میشه. هوادهی زمانیه که ما نیاز داریم که هوای بیرون، هوای تازه وارد سالنت بشه، که زمانش رو بهت میگم. توی زمستون هوادهی با فن انجام میشه. چرا؟ چون هوا سرده و توی زمستون نیازی به کولر آبی نداریم. همین هوایی که فن بده داخل حتی از کولر آبی هم سردتره. خود کولر رو در پیش سالن قرار میدیم. تا روز هوادهی هوای تازه نباید وارد سالن بشه. الان با خودت گیج شدی میگه هوادهی کجاست؟ یعنی چی؟ پیش سالن چیه؟ صبر کن، همشو با هم میریم جلو. سالن با ظرفیت زیر 5 تن. 5 تن یعنی چی؟ یعنی 40 متر مربع. کولر آبی 5000 با توان 5000 برات کافیه. نیاز نیست زیاد هزینه کنی. سالن با ظرفیت 5 تا 7 تن، از 40 متر تا 60 الی 70 متر. کولر آبی 7500 نیاز داره با توان 7500. پس 40 متر کولر 5000، 40 تا 70 متر کولر 7500. سالن بالای 8 تن ظرفیت یعنی چی؟ یعنی از 70-80 متر مربع به بالا تا 100-120 متر مربع به بالا 2 تا کولر آبی 7500 نیاز داری با توان 7500. پس یه بار دیگه برات میگم قشنگ برات جا بیفته. سالن با ظرفیت زیر 5 تن کولر آبی با 5000. 5 تن همون چیه؟ 40 متر. سالن با ظرفیت 5 الی 7 تن کمپوست میشه 40 تا 60 متر. کولر آبی 7500. سالن بالای 8 تن یعنی از 80 متر تا 120 متر 2 تا کولر آبی با توان 7500 نیاز داری. جزئیات کارکرد کولر آبی رو میخوام برات به صورت روون بگم. کولر آبی دارای فن، پوشال و پمپ هستش. اینجا پوشالشه، فن داخلشه، پمپ هم که داخلشه. پمپ آب از مخزن روی پوشال ها میریزه. پمپ آبو میگیره میده روی پوشال ها سرد میشه و هوای تازه وارد سالن میشه. شما الان مثلا با خودت فکر میکنی اینو همه میدونن، شاید بعضیا ندونن و من وظیفمه انجام وظیفه میکنم که همشو برات کامل بگم.
توی فضای بیرون قرار گیره تا هوای سرد بده. کولر آبی داخل سالن رطوبت ایجاد میکنه، اصلا نباید داخل خود سالن باشه. گفتم درب ورودی سالن بالاش، جایی که داخل خود سالن نباشه. توی مناطق گرم هوادهی با کولر داخل بیرون سالن برای خنک‌سازی نیست، نباید هوا وارد بشه. ببین تا زمان هوادهی شما نمیتونی از کولر آبی استفاده کنی. چرا؟ چون نباید هوای تازه از بیرون وارد سالنت بشه. هوای همونی که داخل سالنت وجود داره. ابزار مورد نیاز عمومی که واسه یه سالن مهم هسته شما باید داشته باشین چیا هستن؟ سموم، روپوش داخل سالن، روپوش های پرستاری، دستکش های یک بار مصرف و دستکش های کارگاهی، کلاه مخصوص، ظروف قارچ، چاقو با قلمو اینا رو همشو زمان برداشت بهت توضیح میدم کجا بهت نیازه. آهک یا کلور واسه ورودی سالن یه حوضچه قرار دادیم. چسب حشرات برای جلوگیری از حشرات، 4 پایه، چراغ قوه، شیلنگ آب، رطوبت سنج و ترازوی دیجیتال ما وزن قارچمون رو باهاش وزن میکنیم داخل خود سالنمون. رطوبت سنج واسه این که ببینیم رطوبت در چه حده. شیلنگ آب واسه آبیاری سطح بستر. چراغ قوه واسه این که سطح بسترمون رو هی با چراغ قوه هم چک کنیم. حتی اگه نور هم مناسب باشه باز هم به چراغ قوه نیاز داری. 4 پایه واسه این که طبقات بالای قفسه هامون رو ببینیم به چه صورت هستش. چسب حشره برای جلوگیری از حشرات. آهک یا کلور هم برای ضدعفونی و حوضچه ورودی سالنمون. بیل و فرغون. بیل واسه اینکه زمانی که میخوای خاکریزی کنی خاکتو باش ضدعفونی میکنی. فرغون واسه حمل و نقل کمپوست. دماسنج معمولی واسه دمای محیط رو چک کنی. دماسنج میله‌ای واسه مغزی کمپوست رو دماش رو چک کنی. سفره یک بار مصرف برای سطح بسترت. طناب نازک یا همون نخ شیرینی. روزنامه برای سطح بستر و جارو سقفی واسه این که اگه کف سالنت خاکی چیزی ریخت با جارو سقفی اون خاک ها رو جمع کنی. نکات مهم: عدم تماس با کولر و رطوبت ساز روشن. زمانی که کولر و رطوبت ساز روشنه اصلا بهشون نزدیکی نکن و بهشون دست نزن، چون داخل سالن ما رطوبت هست احتمال برق گرفتگی و اتصالی وجود داره. پس سعی کن زمانی که روشن هستش به سمتش نری. عدم وجود سیم و کلید لخت در سالن، همونطور که گفتیم کلیدهایی که شما استفاده میکنید داخل سالنتون روکشدار باشه و سیم ها هم کامل عایق باشه و وکیوم شده. پوشیدن لوله های فلزی گاز با پلاستیک. ببینید اگه لوله کشی گاز داخل سالنتون دارید باید با پلاستیک یا یه عایق پشم شیشه دور تا دورش رو بپیچونید. چرا؟ چون زنگ میزنه. رطوبت بالای 80% داخل سالن پرورش قارچمون داریم. قرار دادن فیوز مجزا برای تجهیزات سالن که اینا توی تابلو برق بهت گفته شده. استفاده از لامپ حبابی دیواری. چرا حبابی؟ چون رطوبت داریم، چون احتمال اتصالی وجود داره. با خودت هی تکرار کن. چرا لامپ حبابی؟ چون رطوبت وجود داره، چون باعث اتصالی میشه. باید از لامپ حبابی استفاده کنیم. غیر از این باشه دچار اتصال میشیم. محکم در نظر گرفتن تمام قفسه های سالن. این خیلی مهمه. ما مورد داشتیم طرف یه جوشکار آورده که حرفه‌ای نبوده. متاسفانه تمام قفسه های سالن زمانی که کمپوست رو وارد سالن کرده 2 روز بعد تمام قفسه ها شکسته و ضرر میلیونی کرده. پس این خیلی مهمه. یا اگه از داربست داخل سالن استفاده میکنی سعی کن تمام بست هاشو چک کنی هر روز که خدایی نکرده بست ها شل نشده باشه. عدم تماس با سموم خطرناک ضدعفونی که اینو به صورت مفصل زمانی که ما ضدعفونی ها و سموم رو براتون توضیح میدیم به طور کامل بهتون میگیم به چه صورت هستش. SMD در زیر هر قفسه نصب شود. ببینید شما از SMD های شیلنگ مانند که به صورت تکه تکه و وکیوم شده هستش داخل سالنتون استفاده میکنید زیر هر قفسه که سطح بسترتون نور مورد نیاز رو داشته باشه. قشنگ سطح بسترتو بتونی چک کنی هر روز
تاریک نباشه که خدایی نکرده بیماری داخل سالن باشه روی سطح بسترت، بعد تو نتونی ببینی، حتما ضرر میکنی. پمپ آب و مخزن داخل سالن نصب میشه. چرا؟ چون باید همدما بشه آب داخل سالن واسه آبیاری. اگزوز خروجی در سمت مقابل کولر. گفتم کولر ورود سالن، درب ورودی سالن، اگزوز ته سالن. دمای سالن با دماسنج اندازه گیری میشه، دماسنج محیطی. رطوبت سالن هم با رطوبت سنج هم عقربه‌ای داریم و دیجیتال. سعی کنید از هر کدومش داشته باشین که داخل سالنتون مورد نیازتون میشه. وجود کنتور داخل سالن ممنوعه. اگه کنتورمون داخل سالنه باید کامل عایقش کنیم با پشم شیشه و پلاستیک که رطوبت بهش برخورد نکنه. دسترسی به طبقات بالاتر برامون مشکله که باید از چهارپایه های چرخدار استفاده کنیم. حتما اگر از چهارپایه چرخدار استفاده کردی، زمانی که میخوای بری بالای چهارپایه چرخهاشو قفل کنی، نه که بری بالای چهارپایه بعد چهارپایه هم راه بیفته واسه خودش داخل سالن. عدم کار کردن تنها در سالن، این خیلی مهمه. اکثر عزیزانی که دارن داخل سالنشون کاری انجام میدن به صورت تنها هستن. سعی کنید 2 نفری وارد سالن بشید. چرا؟ چون شما مبادا میری بالای همین چهارپایت، سرت گیج میخوره زمین، مبادا که سرت بخوره به زمین، بعد کسی هم نیست، از کجا میخوان خبردار بشن که شما خوردی زمین و دچار مشکل شدی؟ پس سعی کنید 2 نفری وارد سالنتون بشین، این خیلی مهمه.